اما عرض ادب و احترام خدمت تمام شما دوستداران خوشقلب خودم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و قبراق و سرحال و سلامت و سعادتمند باشید. چرا؟ چون که با ارزشتر از هر چیزی در جهان و هر دارایی، هر آن چیزی که بچه فکرشو بکنید، خونه و ماشین و این داستانا، عزت نفسی که اهمیت داره، سلامتی که مهمه. پول خوبه، پول همه چیزو میاره، رفاه میاره، آرامش میاره، اهمیت میاره. بگذاریم ازش. من حامد راد هستم. خیلی خوش اومدی به اولین ویدیو این چنل. هدف اصلی همونجور که تامنیل ویدیو متوجه شدید یه معرفی کردن ریز خودم برای شماست و گفتن برنامه‌های کاریم که هدفم از این که به دنیای سوشال مدیا و یوتیوب ورود کردم چه چیزی خواهد بود. بعد از 12 سال آشپزی کردن، آشپزی فرنگی در زمینه غذای ایتالیایی، فرانسوی، اتریشی، عربی، ترکی، غذای آسیای شرقی، تصمیم بر این گرفتم که از این هنر استفاده بکنم و بتونم این هنر رو به اشتراک بگذارم با دیگران که دوست دارن یادش بگیرن، دوست دارن توش پیشرفت بکنن. چه بچه‌ای که دارن کار میکنن توی رستوران‌ها، چه اشخاصی که دوست دارن یاد بگیرن ولی حوصله کار کردن تو رستوران ندارن و دوست دارن توی خونه یه چیزای خاصی رو درست بکنن که همه رو شگفت زده و حیرت انگیز بکنه، در واقع هیجان زده بکنه. ببخشید. لطفاً چنل خودتون حمایت بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله‌اش رو بزنید، نوتیفیکیشن هم اکتیو بکنید که هر وقت یه ویدیو جدید ساختیم برای شما بفرسته و شما تشریف بیارید و ویدیو خودتون رو ببینید. خیلی متشکرم از این لطفی که به من دارید و خواهید داشت. امیدوارم که بتونیم یه خانواده فوق‌العاده بشیم در کنار هم دیگه. به چند بخش فعالیت من توی چنل یوتیوب ببخشید دیگه این مونده یکم دیگه بلند بشه بسته میشه دیگه، این داستانا رو باهاش نداریم. ببخشید. به چند مرحله تقسیم میشه. ابتداً سیستم آموزش آشپزی هست که ازش میبینیم با هم دیگه. به صورت هفتگی یه دونه ولاگ هم در نظر گرفتم تهران گردی براتون بذارم که هم این موضوع برای خودم و روی خودم خیلی اهمیت داره، هم برای شما شاید یه سری جاها رو تونستم بهتون معرفی کنم و نشون بدم که تا الان ندیدید یا کم دیده شده، کم معرفی شده، چون این اتفاق بارها میفته برای همه این. مرحله دوم فعالیت ما در واقع مرحله دومش میشه ولاگای هفتگی که میگیرم براتون. مرحله سومش میشه که خیلی خودم دوستش دارم، عاشقشم، ایرانگردی و آشپزی در دل طبیعت. این خیلی فوق‌العاده است، یه حس بی‌نظیری به خودم میده و من خودم خیلی به شخص دوستش دارم. ولی خب یعنی ما کی به مرحله سوم میرسیم؟ فکر میکنم الان تصمیمم بر این است که هر روز یک ویدیو آپلود بکنم، هر روز یه ویدیوی جدید بدم بهتون توی چنل بذارم و فکر میکنم بعد از گذشت تقریبا 800-900 تا ویدیو که تا اونجایی که فکر کنم استانداردهای آشپزی بین‌المللی رو یاد گرفته من آموزش میدم، امکانش هست که زرنگ باشه، دیده باشه، آموزش دیده باشه و خیلی استفاده هم بکنه ازش. بعد از اون میایم وارد مرحله سوم میشیم که میشه ایرانگردی و آشپزی در دل طبیعت. چه برنامه‌هایی من برای این آشپزی در دل طبیعت دارم که شما نه که مرغ و گوشت همه چی با خودم بخوام ببرم و نه، برنامه شکاره، برنامه درست کردن اجاق گاز تو طبیعت، خیلی خیلی کارها که همه اینا نیازمند لطف و مساعدت شما هاست نسبت به من که به من یه انرژی رو بدید که بتونم هر روز قوی تر به مسیرم ادامه بدم. حتما ویدیو رو که خواهید دید با دوستانتون به اشتراک بذارید، اجازه بدید این زنجیره آگاهی ادامه پیدا بکنه. یه سری مباحث دیگه هم دارم که حالا یه سری روزمرگی میشه بهش گفت که توی صفحه اینستاگرام هم میذارم، حتما اونم براتون میذارم، یه سری هم به صفحه اینستاگرام هم بزنید. مرحله چهارم فعالیتمون که فکر کنم اصلا من الان نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم دقیق، چون که این دیگه میره برای 2-3 سال آینده، برای 3 سال آینده. یعنی چیزی نیست که توی این چند وقت بشه انجامش داد، میره برای چند سال آینده. ساختن یک برنامه شو در کنار هم است که حالا میگم فوق‌العاده است، الان واقعا نمیخوام بهش اشاره بکنم. تصمیم بر این دارم برای
ساختن ویدیوهای آموزشی ابتداعاً از ساده ترین غذاها، پیش غذاها، دسرها، همه اینا که مرتبط به تمام کشورها، حتی کشورها، اون چیزایی که بلد هستن دوستان دارم که قمقوز در این خیلی مهمه، چون که آشپزی واقعا یه دریای بی‌انتهایی که اصلا تمامی هم نداره. یعنی شما هرچی بیشتر جلو میرید باز با یه سری چیزایی، با یه سری موضوعات جدید روبرو میشید که واقعا میبینید که مثلا تا الان اینو ندیدی، جایی نشنیدی. بفرمایید. ببخشید روبرو نشدید باهاشون در واقع با این سبکا. ابتداً خدمتتون عرض کردم از ساده ترین غذا، یعنی بیسیک، غذاهای پایه شروع به آموزش دادن میکنم تو این خانواده صمیمیمون، تو این چنل خودتون. در واقع ما کسی هستیم که بعد از اون چنل داریم نگهداری میکنیم برای شما. در اصل و حقیقت تمام محتویات اون چنل برای شما هست و امیدوارم که بتونم و این قدرت رو داشته باشم که یه چنلی رو طراحی بکنم که مثمر ثمر باشه، یه چنل مثبت باشه، ازش یاد بگیریم هممون با هم دیگه. صرفا نیست چون من قرار اجرا کنندش باشم، همه رو خودم باید بلد باشم. اگر کیفیت صدام پایینه، کیفیت تصویر پایینه، واقعا منو ببخشید، ما هیچ تجهیزات خاصی نداریم، استدیوی خاصی نداریم، با یه گوشی کارو دارم شروع میکنم. از عمدم خواستم این کار رو انجام بدم که از صفر شروع کرده باشم، اومده باشم بالا. و توی آشپزخونه‌مون هم قراره تمام ویدیوهای آموزشیمون ساخته بشه. یعنی اصلا میگم این دکور خاص و این چیزا اصلا هیچ واقعا وجود نداره. از بیسینگ و پایه داریم شروع میکنیم بریم بالا. و میدونم به لطف خداوند میرسیم، به روزهای طلایی بسیار بزرگی هم خواهیم رسید. چه گارنیش هایی بخوایم بزنیم با هم دیگه، انشالله که کنار هم دیگه بریم جلو و میتره. فراموش نکنید از ساده ترین غذاها شروع میکنیم تا به حرفه‌ای ترین غذاها برسیم. و یه مورد دیگه کم که دوست دارم بگم، هیچ گونه پکیج آموزشی از سمت من وجود نداره. مثلا میگم خب شما به این دوره رو بردارین، دوره تکنیک های خاص آشپزی رو به شما آموزش میده، مثلا انتون. نه، اصلا برنامه این نیست. تمام فن فودهای هر غذایی رو توی خود همون ویدیوش میگم. آموزش های سسای بسیار خفنی رو داریم و برای همین ازتون خواهش میکنم که حمایت بکنید که بتونم هر روز قوی تر ادامه بدم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، نوتیفیکیشن رو اکتیو بکنید، حتما یک یا الی 2 تا کامنت برام بذارید. کامنتاتون خیلی انرژی میده، کامنت‌های خوبتون، کامنت‌های مثبتتون رو برام من بذارید که من بتونم ازش استفاده بکنم. دقیقاً در واقع بشه یه سکوی حرکتی، یک مسیر حرکتی. یعنی شما بخواید، تو ذهن خودم امروز داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که یه جاده اینجوری دارم که قراره برم جلو، ولی دوست داشتم با کارهایی که انجام میدم و حمایت شماها این جاده بین این تلاطم‌هایی که هست ساخته بشه و یک دست بشه و یقینا ما کنار هم دیگه میتونیم این کار رو انجام بدیم، مثلا خیلی کسایی دیگه که انجام شده. میگم امید اولم به خداست، بعد به خودمه و در ادامه به شماست. لطفاً ویدیوها رو حتما در آینده با دوستانتون به اشتراک بذارید اونا هم ببینن و عشق کنن. نکته‌ای که برای من خیلی از اهمیت بوده، مخصوصا تو این چند سال اخیر، یعنی بین این 2-3 سال اخیر که خیلی بهش برخوردم، رستورانایی بوده که رفتم دیدم و متوجه شدم اصطلاحاً سرآشپز نمیشد واقعا بهشون گفت سرآشپز، که افرادی بودن که فقط رفته بودن توی آموزشگاه آموزش دیده بودن و اومده بودن وارد بازار کار شده بودن و هیچی نمیتونستن، هیچ کاری واقعا نمیتونستن انجام بدن. خیلی از رستوران‌ها دیدم که سر این قضیه لطمه خوردن. اینو دوست دارم به عاشقان غذا بگم، اونایی که دوست دارن این صنعت رو یاد بگیرن. بچه با کلاس رفتن شما چیزی یاد نخواهید گرفت، چرا که تا شیفت نزنید توی آشپزخونه، تا پیک‌های سبک رو تجربه نکنید، پیک‌های سنگین رو تجربه نکنید، مدیریت زمان رو تجربه نکنید، پردازش فیش‌هایی که براتون میاد و نتونید انجام بدید، هیچ وقت تبدیل به یک شف و یا یک سرآشپز نخواهید شد. و
همیشه برام مشکل میخورید، همیشه هر جا که کار بکنید با مدیریت و اون مجموعه و اون سیستم برام مشکلات خیلی جدی میخورید و همین موضوع باعث میشه که نتونید کار بکنید و به مرور زمان دلتون رو بزنه. من خودم جز اون دسته افرادی بودم که از سینگ ظرفشویی کارم رو شروع کردم و افتخارم میکنم همیشه بهش. حالا اسم رستورانایی که کار کردم رو نمیخوام بیارم، ولی من تو خانواده خیلی خوبی رشد کردم. علاوه تیم کاری سینگ ظرفشویی شروع کردم، افتخار میکنم به همین قضیه و تونستم یواش یواش بیام بالا و استارت‌های خیلی خوبی بزنم و امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم به نتایج خیلی شگفت انگیزی برسم. دم تک تکتون گرم. دوست دارم که از خودتون و این چنل حتما حمایت بکنید که بتونیم بریم جلو و بترکونیم. و برای اولین ویدیوهایی که قرار براتون بگیرم و در نظر داشتم توی ذهن خودم آموزش 5 پاستای آلفردو با روش‌های مختلف، یعنی اولین ویدیو تامنیل‌های ابتدایی که خواهید دید در رابطه با پاستای آلفردو نسبت به ذائقه‌های مختلف، یعنی یکی از چرب دوست داره چربخوار هستن، چرب میخورن عاشقشن دوستش دارن و مشکلی هم باهاش ندارن. یه سری هستن که دوست دارم پاستاشون ملو باشه، یه پاستای نرم ملو داشته باشن. همه اینا میگم حالا دونه دونه تکنیکا و فن و فوت‌های هر ویدیو رو توی خودش آموزش میدم. قراره بترکونیم، قراره به غذای فوق‌العاده‌ای برسیم. چه اونایی که دوست دارن توی این صنعت باقی بمونن و کار بکنن، چه اونایی که دوست دارن توی خونه برای خودشون انجام بدن. و من فکر میکنم این یکی از بهترین اتفاقاتی که میتونه بیفته. شما بین جمعاتون، بین جمع دوستاتون در واقع اون چیزایی که دارید و آموزشی رو یه رو میکنید اونجا، یه چیزی درست میکنید همه واو میمونن که اینو تو درست کردی. واقعا من باره این اتفاق شخصا برای خودم افتاد و میتونه این حس زیبا رو به شما بده. دوستتون دارم، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. به عنوان اولین ویدیو حتما از چنل خودتون حمایت بکنید. اگر توی کامنت ها یه اسمی برای چنل بزنیتون میرسه بریم بگید. دمتون گرم. ساده کنار ویدیوها رد نشید. خیلی دوستتون دارم. محمد راد هستم. برنامه بسیار بزرگی با هم دیگه داریم. کلی نشستم روش فکر کردم تا 4 سال آینده رو طراحی کردم. بریم که بترکیم در کنار همدیگه و برای همدیگه. هممون میتونیم خالق اثرهای بسیار بزرگی باشیم، هممون میتونیم حامی همدیگه باشیم توی این وضع و اوضاع کشوری که داریم. متاسفانه کشوری که سیاستمداراش هیچی درکی از ماهیت حقیقی خواسته‌های ما ندارن، فقط خودشونو دارن میبینن. تنها کسی که الان تو وضع و اوضاع ایران میتونه بهمون کمک بکنه خودمونه، نه هیچ کس دیگه. دمتون گرم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.